سلام خدمت همه دوستان عزیزانی که مثل من کیف پولشون رو با کیف پول همستر متصل کردن، براشون هیچ واریزی توکن همستری انجام نشده، هیچ توکنی دریافت نکردند و برای اینکه بدونن از کجا باید برن ببینن، باید داخل گوگل کلمه EBI XYZ رو سرچ کنید. وقتی بزنید خودش داخل کیف پول الان نیورد بالا چون خیلی به مشکل خورده این کیف پول اکسچنج. این قسمت گزینه ترید رو میزنید، اینجا داره قیمت بیت کوین رو اعلام میکنه. ببینید از این قسمت میاید همستر رو انتخاب میکنید. این قسمت که من دست گذاشتم روش، این قسمت همستر رو انتخاب میکنید. قیمت همستر اینجا مشخصه، حالا خیلی بالا پایین میشه، خیلی پایین اومده. بعد اینکه برای اینکه ببینید این پایین هیچ چیز برای من ننوشته برای همسترم که چیزی به حسابم واریز شده یا نه. بعد اگرم بیاد با گزینه سل که این پایینه برای فروشه، یعنی فروش توکن های همستر، این قسمت پایین نوشته مکس. این قسمت کل توکن های همسترتون رو نشون میده و برای فروشش هم شما از اینجا میتونید با کشیدن این که چه مقدار از توکناتون رو میخواید بفروشید و این چیزا میتونید انجام بدید برای فروش. ولی ببینید هیچ توکن همستری برای من واریز نشده هنوز و برای هیچ کس تقریبا واریز نشده، چون گفتن به مشکل خورده و حالا یه مقدار زمان میبره تا توکن ها واریز بشه. اینجا هم که اکانتتون هست، اون آیدیتونه، این هم اکانتتونه. ببینید اینجا هیچ توکنی نیستش، هیچ توکن همستری نیستش برای من واریز نشده، برای هیچ کس واریز نشده. خداحافظ شما.